فصل سوم. اوضاع دینی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی عربها. وضعیت دینی. ملت عرب به ارتجاع دینی شدید و بتپرستی زشتی که نظیری نداشت و به انحرافات اخلاقی و هرج و مرج سیاسی گرفتار شده بود و بدین جهت ارزش و اهمیت خود را از دست داده بودند و در انزوای تاریخ قرار گرفته بودند و بهترین موقعیت اجتماعی برای آنان این بود که دنبال رو دولت فارس یا روم گردند. پیروی از فرهنگ آبا و اجدادی، هرچند که آکنده از انحراف و گمراهی بود، اما سراسر وجود آنها را فرا گرفته بود و به همین دلیل بت‌ها را پرستش می‌کردند. به هر قبیله برای خود بتی داشت، چنانکه قبیله حذیل ابن مدرکه سواع را می‌پرستیدند و بت قبیله کلب ود بود و قبیله مدحج یغوث را پرستش می‌کردند و یعوق بت قبیله خیوان بود. نصر بت قبیله حمیر بود و خزاعه و قریش اصاف و نائله را پرستش می‌کردند و منات در ساحل دریا بود که همه عرب‌ها به طور عام و قبیله اوس و خزرج به طور خاص به تعظیم و پرستش آن می‌پرداختند. لات در منطقه ثقیف و عزا در منطقه ذات ارق قرار داشت و بزرگترین بت قریش به شمار می‌رفت. علاوه بر این بت‌های بزرگ و مشهور، بت‌های کوچک بیشماری وجود داشت که حمل و نقل آنها در سفر و گذاشتن آنها در خانه آسان بود. امام بخاری در کتاب صحیح خود از ابی رجای عطاردی روایت می نماید که گفت: ما سنگ را پرستش می کردیم و هرگاه سنگی بهتر از آن می یافتیم پرستش سنگ اولی را رها می کردیم و آن را عبادت می کردیم و اگر سنگی نمی یافتیم توده خاک جمع می کردیم، سپس گوسفندی می آوردیم و روی آن می دوشیدیم، آنگاه آن را طواف می نمودیم. بتپرستی رایج عرب میان آنان و شناخت الله و تعظیم و ایمان به وی و روز قیامت حایل شده بود. گرچه عرب چنین میپنداشتند که این بت‌ها فقط واسطه میان آنها و الله هستند، ولی احترام و مقام این خدایان خیالی بر دلها و اعمال و کارهایشان سایه افکنده بود و تمام ابعاد زندگی آنها را تحت الشعاع قرار داده و عظمت الله متعال را در دلهایشان کمرنگ کرده بود. آیین ابراهیم علیه السلام نیز دستخوش تحریف و تغییر و دگرگونی شده بود. مثلا حج به مراسمی تبدیل شده بود که افتخارات خود را به رخ دیگران می‌کشیدند و تکبر و مباهات می‌کردند. آیین یکتاپرستی از حقیقت خود منحرف گشته و خرافات و افسانه‌های زیاد به آن ملحق شده بود. با وجود این، برخی افراد از پرستش بت‌ها و قربانی کردن برای آنها سر باز می‌زدند که زید بن عمرو بن نفیل یکی از این افراد بود. او برای بت‌ها قربانی نمی‌کرد و گوشت حیوان خود مرده را نمی‌خورد و خون نمی‌نوشید و در شعری به زبان عربی می‌گفت: ربا واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور عزلت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور فلا عزى ادین ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو ازور ولا غنما ادین وكان ربا لنا في الدهر اذا حلمي يسير ولكن اعبد الرحمن ربي لیغفر ذنبی الرب الغفور. ترجمه شعر او این گونه است: آیا یک خدا بهتر است یا هزار خدا؟ آیا وقتی کارها تقسیم شود این دین است؟ از پرستش لات و عزی تبری می جویم و فرد دلیر و شکیبا چنین می کند: نه عزی و نه دو دخترش را می پرستم و نه دو بت بنو عمرو را زیارت می کنم و غنم را نمی پرستم و غنم در گذشته طولانی وقتی خرد سال بودم خدای ما بود، بلکه پروردگارم الله رحمان را می پرستم تا پروردگار بخشنده گناهانم را بیامرزد. برخی نیز پیرو آیین و شریعت ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام بودند، مانند قیس بن ساعده ایادی. او فردی سخنور و عاقل و دانا و دارای فضل و برتری بود و مردم را به توحید و یگانه دانستن الله و پرستش او و ترک عبادت بت‌ها دعوت می‌کرد و نیز به زنده شدن پس از مرگ ایمان داشت و به آمدن پیامبر مژده می‌داد. ابو نعیم در دلائل النبوة از ابن عباس رضی الله عنه صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین روایت می‌کند: قص ابن ساعده در بازار اوکاز برای قومش سخنرانی می‌کرد. گفت: به زودی از این طرف حقی نمایان می‌شود و با دست به سوی مکه اشاره نمود. مردم گفتند: آن حق چیست؟ گفت: مردی است از فرزندان لؤی ابن غالب که شما را به کلمه اخلاص و زندگی جاودانگی
و نعمتی که هرگز از بین نمی رود دعوت می دهد. پس اگر شما را دعوت داد، دعوتش را بپذیرید و اگر من تا زمان بعثت او زنده بمانم، اولین نفری خواهم بود که به وی ایمان خواهم آورد. قس زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را دریافت. او قبل از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم درگذشت. او در اشعارش چنین می سرود: در رفتگان برای ما مایه پند و عبرت است. وقتی مرگم را می بینم که سرچشمه ای ندارد و می بینم که مردم چه کوچک و چه بزرگ دعوت او را لبیک می گویند و می بینم که گذشته باز نمی گردد و حال باقی نمی ماند، یقین دارم که من نیز به زودی به رفتگان می پیوندم. نتیجه اینکه برخی از اعراب نصرانی و برخی به دین یهود گرویده بودند، اما بیشتر آنها بت پرست بودند. دوم، وضعیت سیاسی. مردم جزیره العرب به بیابان نشین یا شهر نشین تقسیم می شدند و نظام حاکم میان آنها نظام قبیله‌ای بود. حتی در سرزمین‌های متمدنی مانند یمن در جنوب و حیره در شمال شرقی جزیره العرب و سرزمین قساسنه در شمال غربی نظام قبیله‌ای حکم فرما بود و مردمی که در آنجا زندگی می‌کردند دارای ملت واحدی نبودند، بلکه از قبایل مختلفی تشکیل شده بودند که به صورت مجموعه‌ای منسجم می‌زیستند. قبیله عربی مجموعه‌ای از مردم بود که وحدت خون یا همان نسب و وحدت گروه آنان را به هم پیوند می‌داد و در پرتو این پیوند قانونی عرفی به وجود آمده بود که روابط فرد و اجتماع را بر اساس همکاری در حقوق و واجبات تنظیم می‌نمود و قبیله در نظام سیاسی و اجتماعی خود پایبند به این قانون عرفی بود. شرایط رسیدن رئیس قبیله برای رهبری علاوه بر جایگاهش در قبیله، صفات و ویژگی‌هایش مانند شجاعت و جوانمردی و سخاوت و امثال آن نیز به شمار می‌رفت. او دارای حقوق معنوی و مادی بود. مهمترین حقوق معنوی رئیس قبیله احترام و بزرگداشت او و پذیرفتن و اطاعت دستور و قضاوت و فرمانش بود. حقوق مادی او نیز عبارت بود از اینکه هر غنیمتی که عاید قبیله میشد 1/4 آن به وی تعلق می گرفت و صفایا یعنی آنچه قبل از تقسیم غنیمت برای خود برمیگزید و نیز نشیته یعنی آنچه که از مالهای دشمن قبل از درگیری به دست می آورد نیز از حقوق مادی رئیس قبیله بود و به او تعلق می گرفت. و فضول یعنی آنچه که از مال غنیمت تقسیم شدنش ممکن نبود نیز به رئیس قبیله تعلق می گرفت. چنانکه شاعر عرب موارد فوق را چنین خلاصه نموده است: لك المربع فينا والصفايا و حکمک و النشیطة و الفضول. یعنی از غنایم 1/4 و آنچه به دلخواه انتخاب می نمایی و آنچه فرمان دهی و آنچه تقسیم شدن آن ممکن نیست همه از آن توست. اما در برابر این حق رئیس قبیله نیز دارای وظایف و مسئولیت‌هایی بود. او هنگام صلح بخشنده و بزرگوار بود و هنگام جنگ در صف مقدم به نبرد می پرداخت. همچنین صلح کردن و پیمان بستن به عهده او بود. در نظام قبیله‌ای آزادی حکم فرما بود، زیرا عرب در محیطی آزاد رشد نموده بود. بنابراین آزادی از بارزترین ویژگی‌های عرب به حساب می آمد. آنها با آزادی عشق می ورزیدند و ذلت و خواری را نمی پذیرفتند و هر فردی از قبیله خود حمایت می نمود و به افتخارات آن می بالید و از تمام افراد قبیله خواه بر حق بودند یا بر باطل حمایت می کرد تا اینکه این شعار برادرت را یاری کن خواه ظالم باشد یا مظلوم از اصول و ارزش‌های آنان به شمار می رفت. و شاعران آن دوره نیز چنین عقیده داشتند و می گفتند: لا يسألون أخاهم حين يندبهم فی النائبات على ما قال برهانا. یعنی آنان از برادرشان که به هنگام مصیبت از آنها یاری بطلبد دلیلی نمیخواهند. نظریه فرد به تنهایی دارای ارزش نبود، بلکه میبایست به نظریه های قبیله احترام میگذاشت و پیروی از نظریه های قبیله برای او الزامی بود. چنان که درید ابن سمه میگوید: و هل انا الا من غزیة ان غوت غویت و ان ترشد غزیت و ارشد. یعنی آیا من از طایفه غزیه نیستم؟ اگر به انحراف برود منحرف می شوم و اگر هدایت شود من هم هدایت می شوم. هر قبیله دارای شخصیتی سیاسی بود که با توجه به این وضعیت با قبیله های دیگر پیمان می بست
آیا با آنها می جنگید؟ شاید از معروفترین پیمانهایی که میان قبیله های عرب منعقد شده است پیمان حلف الفضول یا حلف المطیبین باشد که در زمان جوانی رسول الله علیه السلام و قبل از پیامبری ایشان به وقوع پیوسته است. گاهی میان قبایل عرب به خاطر چیزهای بی‌ارزش جنگ و نزاع در می گرفت. یکی از معروفترین این جنگ‌ها جنگ فجار بود. علاوه بر جنگ‌های بزرگ، درگیری‌های فردی بر اثر انگیزه‌های شخصی یا به دلیل تأمین مایحتاج زندگی نیز میان قبیله‌ها صورت می‌گرفت، چرا که برخی از قبایل عرب نیازهای خود را از راه جنگ و با شمشیر تأمین می‌کردند. بنابراین هیچ قبیله‌ای از اینکه قبیله دیگر چهارپایان و دارایی او را به یغما ببرد و خانه‌هایش را ویران نماید در هیچ لحظه‌ای در امان نبود. وضعیت اقتصادی: بیشتر سرزمین شبه جزیره عربستان را صحراهای گسترده و بیابانهای پهناور تشکیل می‌دهد. به این دلیل کشاورزی در آن به جز در بعضی نواحی آن به ویژه در یمن و شام و برخی از بیابانهای جزیره عربی وجود ندارد. بادیه‌نشینان بیشتر به چرانیدن شتر و گوسفند مشغول بودند و قبیله‌ها به دنبال چراگاه‌ها از ناحیه‌ای به ناحیه دیگر نقل مکان می‌کردند و فقط بعد از اتمام برپایی خیمه‌هایشان از حرکت باز می‌ایستادند. عرب‌ها با صنعت آشنایی نداشتند و بیش از همه ملت‌ها با صنعت بیگانه بودند. آنان از پرداختن به صنعت ابا می‌ورزیدند و امور ساخت و صنعت را به عجم‌ها و بردگان واگذار می‌نمودند. حتی وقتی قصد بازسازی کعبه را داشتند، از مردی قبطی که از کشتی غرق شده‌ای در جده نجات یافته بود و در مکه اقامت گزیده بود کمک گرفتند. هرچند بر اثر دارا بودن شرایط فوق شبه جزیره عربستان از نعمت کشاورزی و صنعت محروم بود، اما موقعیت استراتژیک آن که در واقع میان آفریقا و آسیا واقع شده بود، برای اینکه مرکزی پیشرفته در تجارت بین‌المللی آن روز قرار بگیرد آمادگی داشت. بسیار شهرنشینان شبه جزیره عربستان به ویژه مردم مکه به تجارت مشغول بودند و جایگاهی ممتاز در تجارت داشتند و از آنجا که در جوار خانه الله زندگی می‌کردند، در نزد عرب‌ها از جایگاه خاصی برخوردار بودند. بنابراین کسی به جان و مال و تجارتشان تعرض نمی‌کرد. والله متعال این منت را در قرآن کریم در سوره عنکبوت آیه 67 این گونه بیان نموده است: اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت الله یکفرون. مگر ندیدند که ما حرم امنی قرار داده ایم در حالی که از دور و بر آنان مردم ربوده می شوند؟ آیا به باطل ایمان می آورند و به نعمت الله کفر می ورزند؟ قریش علاوه بر سفرهایی در ایام مختلف سال، دو کوچ و سفر بزرگ و معروف داشتند: حرکت و کوچ زمستانی به یمن و کوچ تابستانی به شام. این سفرها هرچند با امنیتی کامل صورت می گرفت، اما در سایر مناطق اموال مردم به غارت برده می شد. الله متعال در مورد دو سفر مهم تابستانی و زمستانی قریش در سوره مبارکه قریش آیات 1 تا 4 می‌فرماید: لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. به خاطر انس و الفت ایشان به کوچ زمستانی و تابستانی یا همان بازرگانی به سوی یمن و شام بایستی پروردگار این خانه را بپرستند، پروردگاری که ایشان را از گرسنگی رهانیده و خوراکشان داده است. قافله های عطر و کنجد و شیر و ادویه و خرما و چوب و عاج و مهره و پوست و لباس های چینی و پارچه های ابریشمی و اسلحه و دیگر موارد صادرات و واردات جزیره عربی را به شام و دیگر مناطق می بردند و از آن مناطق با بار گندم و دانه ها و کشمش و زیتون و پارچه های شامی به جزیره عربی باز می گشتند. مردم یمن به تجارت معروف بودند و آنها در دریا و خشکی فعالیت می‌کردند و به سواحل آفریقا، هند، اندونزی، سوماترا و دیگر کشورهای آسیایی و جزیره اقیانوس هند سفر می‌نمودند. این تاجران بعد از پذیرش اسلام در نشر آن در این کشورها نقش بسزایی ایفا کردند.
داد و ستد بر اساس ربا رواج داشت و شاید این بیماری مهلک از یهودی‌ها به عرب‌ها سرایت کرده بود. اشراف و مردم عرب معاملات ربوی انجام می‌دادند و گاهی 100% بهره می‌گرفتند. بازارهای معروف اعراب عبارت بودند از عکاظ، ذوالمجاز و مجنه. نویسندگان آگاه از اخبار مکه میگویند عربها از آغاز ماه ذوالقعده در عکاظ اقامت می‌گزیدند و پس از ماه ذوالقعده به مجنه می‌رفتند و با رؤیت هلال ماه ذوالحجه به ذوالمجاز می‌رفتند و 8 شب را در آنجا می‌گذراندند و سپس با اقامت در عرفه و منی از خرید و فروش دست می‌کشیدند و با ورود اسلام داد و ستد در این مکانها برای آنان مباح و جایز شمرده شد. الله متعال در سوره مبارکه بقره آیه 198 می‌فرماید: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. گناهی بر شما نیست این که از فضل پروردگار خود برخوردار شوید و هنگامی که از عرفات روان شدید الله را در نزد مشعر الحرام یاد کنید و همان گونه که شما را رهنمون کرده است او را یاد کنید اگرچه پیش از آن از گمراهان بوده باشید. این بازارها تا پس از اسلام نیز رواج داشت، اما به مرور زمان از بین رفتند و آنها فقط برای تجارت نبودند بلکه میادینی برای عرضه ادب و شعر و سخنوری نیز به شمار می رفتند که در آن شاعران زبده و سخنوران ماهر گرد می آمدند و شبها در بیان افتخارات و شاهکارهای نیاکانشان مسابقه می دادند. و این گونه در کنار ثروت تجاری سرمایه بزرگی برای ادب و لغت عربی اندوخته می شد. وضعیت اجتماعی زندگی اعراب بر پایه سنت‌ها و عادات آبا و اجدادی بنا شده بود و در حسب و نسب و روابط اجتماعی و فردی دارای قوانین عرفی ویژه‌ای بودند که میتوان حالت اجتماعی آنها را این گونه خلاصه کرد. اول، افتخار بیش از حد به حسب و نسب. عرب‌ها برای حفظ نسب خود اهمیت خاصی قائل بودند، بنابراین قبل از اسلام با دیگران ازدواج نمی‌کردند، اما اسلام این امتیاز را لغو نمود و معیار برتری و فضیلت را تقوا و عمل صالح دانست. دوم، افتخار به سخنوری و قدرت آن به ویژه شعر. سخن شیوا و رسا آنان را دلباخته می‌کرد و شعر سند افتخار و شرافت و دیوان معارف و عواطف آنان به شمار می‌رفت. بنابراین از فرزانگان شعر و سخنوری عرب‌ها نباید تعجب کرد، زیرا یک بیت شعر معیار برتری و یا تنزل اجتماعی یک قبیله به حساب می آمد. بنابراین ظهور یک شاعر در قبیله برای آنها بیش از هر چیز دیگری شادی آفرین بود. سوم، زن در جامعه عربی. زن در بسیاری از قبیله‌ها مانند کالایی بی ارزش بود و به ارث برده می‌شد و پسر بزرگتر می توانست بعد از مرگ پدرش با زن پدر، البته غیر از مادرش، ازدواج نماید و این حق را نیز داشت که زن پدر را از ازدواج باز دارد، تا اینکه اسلام ازدواج پسر با زن پدر را حرام نمود و آیه 22 سوره مبارکه نساء نازل شد که الله متعال در آن فرمود: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. و با زنانی ازدواج نکنید که پدران شما با آنها ازدواج کردند، چرا که این کار عمل بسیار زشتی است و مبغوض بوده و روش بسیار نادرستی است، مگر آنچه گذشته است و در زمان جاهلیت بوده است. عرب‌ها نکاح با مادر و مادر بزرگ و با دختران و فرزندان آنها و خواهران و خاله و عمه را حرامی دانستند. از نظر عرب‌ها ارث تنها به کسانی تعلق می‌گرفت که توانایی جنگیدن با اسب را داشتند. بنابراین دختران و زنان و کودکان از ارث محروم بودند و محروم بودن آنان از ارث عرف و سنتی بود که با آن عمل می‌کردند، تا اینکه اوس ابن ثابت در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم درگذشت و 2 دختر و 1 پسر به جا گذاشت.
دو پسرعمویش که وارثان پدری او بودند آمدند و تمام ارث را برای خود برداشتند. زن اوس بن ثابت به آنها گفت با دخترانم ازدواج کنید، اما آنها به خاطر چهره آنها نپذیرفتند. سپس او نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و گفت یا رسول الله، اوس وفات کرده و یک پسر کوچک و دو دختر به جا گذاشته است. پسر عموهایش سوید و عرفته تمام دارایی‌های او را از آن خود کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هیچ چیزی از مال او را از جایش تکان ندهید، تا اینکه آیه 7 سوره مبارکه نساء در این مورد نازل شد و الله متعال فرمود للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا. برای مردان و برای زنان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود به جای می‌گذارند سهمی است، خواه آن ترکه کم باشد و یا زیاد. سهم هر یک را الله مشخص و واجب گردانیده است. عرب‌ها داشتن دختر را به دلیل اینکه توانایی جنگیدن، کار و فعالیت و دفاع در مقابل متجاوزان را نداشت و اگر در جنگی اسیر میشد دشمنان از او استفاده جنسی می‌کردند و چه بسا مجبور میشد تا روسپیگری را به عنوان حرفه انتخاب نماید، عیب و ننگ می‌دانستند. از این رو وقتی دختری در خانه کسی به دنیا می آمد، تصور این آینده اسفبار باعث شرمساری پدر میشد. چنانکه قرآن کریم در سوره مبارکه نحل آیات 58 و 59 حالت کسی را که دختری برایش متولد میشد چنین بیان کرده است: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. و هنگامی که به یکی از آنان مژده دختر داده میشد صورتش سیاه می‌گردید و مملو از خشم و غضب و غم و اندوه میشد. از قوم و قبیله به خاطر این مژده بدی که به او داده میشد خود را پنهان می‌کرد. آیا این ننگ را بر خود بپذیرد و دختر را نگاه دارد و یا او را در زیر خاک زنده به گور سازد؟ هان چه قضاوت بدی که می‌کردند. بیشتر آنها زنده به گور کردن دختران بیگناه را ترجیح می‌دادند. قرآن کریم در سوره مبارکه تکویر آیات 8 و 9 آنان را به خاطر این عمل زشت مورد اعتراض و نکوهش قرار داده و فرمود: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. و وقتی که از دختر زنده به گور شده سؤال شود که به کدام گناه کشته شده است. علاوه بر مورد فوق، برخی فرزندان خود را به دلیل فقر و یا از ترس فقر نیز می‌کشتند، اما با ورود اسلام این کار حرام و ممنوع گردید. الله متعال در سوره مبارکه انعام آیه 151 می‌فرماید: بگو بیایید تا آنچه را که پروردگارتان برایتان حرام قرار داده است تلاوت کنم. اینکه با الله چیزی را شریک نسازید و با پدر و مادر به خوبی رفتار کنید و فرزندانتان را از ترس فقر و گرسنگی نکشید. ما شما را و هم آنان را روزی می دهیم و به کارهای فحش و ناسزا نزدیک نشوید، چه ظاهر باشند و چه باطن و پوشیده، و نکشید نفسی را که الله کشتن آن را حرام قرار داده مگر به حق. اینها اموری هستند که الله شما را بدانها توصیه می کند تا بفهمید و بر سر عقل بیایید. همچنین الله متعال در سوره مبارکه اسراء آیه 31 می‌فرماید: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. و فرزندان خود را از ترس فقر و تنگ دستی نکشید، ما به آنها و هم به شما روزی می‌دهیم، همانا قتل آنان گناه بزرگی است. برخی از قبیله ها نیز دختران را زنده به گور نمی کردند و کسانی به مانند زید بن عمرو بن نفیل این کار را زشت می دانستند. برخی دیگر از قبیله ها به زن احترام می گذاشتند و نظر او را در ازدواج جویا می شدند. زن آزاد عرب از این که با کسی غیر از شوهرش هم بستر شود ابا می ورزید و شجاعت از نشانه های بارز آن بود.
و دنبال جنگجویان حرکت میکرد و آنها را تشویق مینمود و در صورت نیاز در جنگ شرکت میکرد. همچنین زن بادیه نشین عرب با شوهرش در چراندن 4 پایان و آب دادن آنها مشارکت مینمود و پشم و مو تهیه مینمود و لباس و عبای مردانه میبافت و در این حال پاک دامن بود. 4. نکاح. ازدواج در عهد جاهلیت به چندین روش متداول بود که انجام آن را بر یکدیگر عیب نمی گرفتند. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها می‌فرماید ازدواج در جاهلیت به 4 شیوه صورت می گرفت. شیوه اول همان ازدواجی بود که امروزه در میان مردم معمول است که مرد به سراغ مردی دیگر می رود و از دختر و یا زنی که تحت سرپرستی اوست خواستگاری می کند و مهریه آن را می پردازد و با او ازدواج می کند. شیوه دوم این بود که مرد به زنش بعد از اینکه از عادت ماهانه پاک می شد می گفت بفرست فلان مرد بیاید و با او همبستر شو و شوهر آن زن از او دوری می کرد و هیچ وقت نزدیکش نمی رفت تا اینکه مشخص شود که زن از مردی که با او رابطه داشته است حامله شده است و چون مشخص می شد که حامله است اگر شوهر دوست داشت با او همبستر می شد و این کار را به این خاطر انجام می داد که می خواست فرزندی از نظر طبقات اجتماعی نجیبتر داشته باشد و به این نوع ازدواج استبضاع می گفتند، یعنی طلب همبستری تا زن حامله شود. شیوه دیگر از این قرار بود که گروهی از مردان که تعداد آنها کمتر از 10 نفر بود جمع می شدند و با یک زن آمیزش می کردند و بعد از آن که زن حامله می شد و وضع حمل کرد کسی را به دنبال آن مردان می فرستاد و هیچ یک از آنان نمی توانست از حضور پیدا نکردن نزد آن زن خودداری کند. آنگاه رو به یکی از آن مردان می کرد و می گفت این فرزند متعلق به تو می باشد و اون نیز راهی جز پذیرفتن فرزند نداشت. 4. شیوه ازدواج از این قرار بود که بعضی از زنان پرچم‌های خاصی روی بام خانه‌هایشان نصب می‌کردند و هر کس نزد آن زن می‌رفت برای او مانعی از نظر رابطه جنسی وجود نداشت. بعد از اینکه فرزندی به دنیا می‌آوردند، او را به یکی از کسانی که با او همبستر شده بود و از نظر قیافه با نوزاد شبیه بود نسبت می‌دادند. اوضاع اجتماعی جامعه دوران جاهلیت تا قبل از ورود اسلام چنین بود، اما اسلام تنها یک نوع ازدواج را جایز دانست و 3 نوع ازدواج دیگر را باطل نمود. برخی از علما انواع دیگری از ازدواج‌های جاهلی را بیان کردند که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها بیان نکرده است، مانند نکاح خدن که الله متعال در سوره مبارکه نساء آیه 25 به آن اشاره نموده است و فرموده است ولا متخذات اخدان. در این نوع ازدواج عقیده آنها بر این بود که اگر روابط زن و مرد پوشیده انجام بگیرد اشکالی ندارد، اما به صورت آشکارا مورد نکوهش است و این کار به زنا نزدیکتر است تا ازدواج. همچنین ازدواج موقت یا متعه و نکاح بدل که مردی به مردی دیگر می گفت تو با همسر من همبستری کن و من با همسر تو همبستری می کنم نیز رواج داشت. از جمله ازدواج‌های باطل نکاح شغار بود، یعنی اینکه مردی دخترش را به ازدواج مرد دیگری میداد تا او نیز دخترش را به ازدواج او در بیاورد و در این صورت نیازی به پرداخت مهریه نبود. همچنین عرب‌ها به نکاح درآوردن 2 خواهر را در عقد یک مرد در یک زمان واحد جایز می‌دانستند و مرد می‌توانست با زنان بیشماری ازدواج نماید و هیچ حد و اندازه‌ای در ازدواج نداشت. اما اسلام تعدد زوجات را در صورتی که شوهر بتواند مخارج آنها را تأمین نماید و بین آنها به عدالت رفتار نماید به 4 زن محدود نمود. اما اگر بیم این را داشته باشد که نتواند میان زنان خود به انصاف رفتار نماید باید به یکی بسنده کند. همچنین عرب‌ها در دوران جاهلیت به رفتار عادلانه میان زنان پایبند نبودند و حقوق زنان را پایمال می‌کردند، اما با ورود اسلام الله به رفتار عادلانه و مناسب توصیه فرمود و برای آنها حقوقی مقرر کرد که هرگز چنین تصوری هم نمی‌کردند. 5. طلاق. عرب‌ها در هنگام طلاق دادن زنان خود پایبند تعداد معینی در طلاق نبودند. مرد زنش را طلاق میداد و مراجعه میکرد و برای همیشه چنین میکرد و در صدر اسلام به همین شیوه عمل میشد تا این که الله متعال آیه 229 سوره مبارکه بقره را نازل فرمود. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق دو بار است. بعد از آن یا نگهداری به گونه‌ای شایسته و یا رها کردن با نیکی است و برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه بدیشان داده اید باز پس بگیرید، مگر اینکه طرفین بترسند که نتوانند حدود الله را پا بر جا دارند. پس اگر بیم داشتید که حدود الهی را رعایت نکنند، گناهی بر ایشان نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد. اینها حدود و مرزهای شرعی الهی است. از آنها تجاوز نکنید و هر کسی که از آن تجاوز کند بیگمان چنین کسانی ستمگرند. اسلام تعداد طلاق‌ها را نیز محدود نمود و به شوهر فرصتی داد تا پس از یک و یا دو طلاق به بررسی کار خود بپردازد و اگر صلاح دانست دوباره به زنش رجوع کند. اما با طلاق دادن برای بار سوم پیوند نکاح کاملا گسسته می شود و زن برای شوهرش حلال نخواهد بود مگر اینکه با شوهری دیگر ازدواج کند و آن شوهر او را طلاق بدهد، آنگاه برای شوهر اولی حلال می شود. چنانکه در سوره مبارکه بقره آیه 230 آمده است: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. بعد از آن اگر طلاقش داد برایش حلال نمی شود مگر اینکه با شوهری دیگر ازدواج کند. اگر او طلاقش داد پس بر آنان باکی نیست که دوباره با هم ازدواج کنند، اگر به گمانشان می توانند حدود الله را رعایت کنند و این حدود الله است که برای ملتی که می دانند و درک می کنند بیان می دارد. در دوران جاهلیت از جمله مواردی که زن را بر مرد حرام می ساخت ظهار بود. ظهار یعنی شوهر به زنش می گفت تو برای من چون پشت مادرم هستی و چون این حرفی برای همیشه زن را برای شوهرش حرام می نمود. اما اسلام ظهار را سخنی زشت و بی پایه معرفی کرد و به شوهر راهی برای خروج از این مخمسه نشان داد و آن اینکه شوهر کفاره بپردازد. الله متعال در سوره مبارکه مجادله آیات 2 تا 4 می‌فرماید: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. آنانی که با همسرانشان ظهار می کنند آنها در واقع مادرانشان نیستند، زیرا مادرانشان جز کسانی که آنها را به دنیا آورده اند کسانی دیگر نیستند و این سخنشان که همسران خود را مادر می نامند سخنی زشت و دروغ است. والله درگذرنده و بخشنده است. و کسانی که با همسرانشان ظهار نموده اند
و سپس می‌خواهند برگردند و از آنچه گفتند پشیمان می‌شوند، بر آنان است که برده‌ای آزاد کنند قبل از اینکه جماع کنند. این درس و پندی است که به شما داده می‌شود و الله آگاه از آن چیزی است که انجام می‌دهید. هر کس نتوانست پس 2 ماه پشت سر هم روزه بگیرد قبل از آمیزش جنسی و هر کس نتوانست پس 60 مسکین را خوراک دهد. این بدان لحاظ است که به گونه‌ای شایسته به الله و رسولش ایمان بیاورید و این است مقررات الله و برای کافران عذابی دردناک است. ششم، جنگ‌ها، یورش‌ها و غارت‌ها. جنگ در میان عرب‌ها به خاطر امور ساده‌ای اتفاق می‌افتاد. مثلا آنها جهت دفاع از ارزش‌های اجتماعی فاقد ارزش که با آن خو گرفته بودند باکی نداشتند. حوادث تاریخی که میان عرب‌ها اتفاق افتاد بیانگر روحیه جنگی حاکم بر عرب‌ها و غالب بر عقل و اندیشه آنهاست. یکی از این موارد روز بسوس است که در این روز جنگ میان بکر و تغلب به خاطر شتر فردی به نام جرمی که همسایه بسوس دختر منقذ خاله جساس ابن مره بود در گرفت. کلیب سردار قبیله تغلب برای شترانش مکان خاصی مهیا کرده بود. او شتر جرمی را در چراگاه شتران خود مشاهده کرد و به سوی آن شتر تیر انداخت. جرمی داد و فریاد کرد و بسوس شیون سر داد. جساس وقتی این حالت را دید منتظر بود تا وقتی برای کشتن کلیب به دست بیاید و بالاخره او را کشت و به خاطر این جنگ‌های خونین و شدیدی میان 2 قبیله در گرفت که تا مدت 40 سال ادامه یافت. همچنین روز داهس و قبرا که علت آن مسابقه بود میان 2 اسب به نام‌های داهس که متعلق به قیس ابن وهب بود و قبرا که متعلق به حذیفه ابن بدر بود. حذیفه صاحب قبرا مردی را فرستاد تا در دره بایستد و اگر دید که داهس جلو افتاد آن را به عقب برگرداند. آن مرد چنین کرد و به اسب شلاق زد و آن را در آب انداخت و برنده مسابقه قبرا شد و به خاطر آن جنگ و خونریزی شدیدی در گرفت و تا چندین سال ادامه یافت. همچنین میتوان به جنگ‌های بین اوس و خزرج در زمان جاهلیت اشاره نمود. آنان با وجود اینکه عموزاده بودند اما جنگ و نزاع میان آنان 70 سال به طول انجامید و آخرین روز نبردشان بعاث نام داشت. کمپیمانان یهودی قبیله اوس پیمانانشان را مبنی بر حمایت از قبیله اوس تجدید کردند. لازم ذکر است که عاملان اصلی اکثر درگیری‌های میان اوس و خزرج یهودیان بودند تا این 2 قبیله را تضعیف کنند و برای همیشه ریاست یثرب یا همان مدینه را به عهده بگیرند. نزاع و درگیری میان قبایل نیز در دوران جاهلیت به قصد چپاول اموال و به اسارت گرفتن مردان آزاد و فروختن آنها مانند زید بن حارثه که یک عرب آزاد بود و سلمان فارسی که اهل فارس بود انجام می گرفت. اما با ورود اسلام در منطقه به گونه‌ای آرامش و امنیت حاکم شد که زن و مرد از صنعا به حضرموت می رفتند و جز از الله و اینکه گرگی گوسفندانشان را بخورد بیمی نداشتند. خواندن و نوشتن. عرب‌ها به مانند یهودیان و نصرانیان اهل علم و دانش نبودند، بلکه انسان‌های بی‌سواد و جاهل بودند و فقط تعداد اندکی از آنان قادر به نوشتن و خواندن بودند. عرب‌ها با وجود بی‌سوادی و شناخت کم، اما به ذکاوت و هوشیاری و تیزهوشی و استعداد و آمادگی برای پذیرفتن علم و معرفت شهرت داشتند. چنانکه با ورود اسلام آنها دانشمند و فقیه شدند و بی‌سوادی رایج میان آنان از بین رفت و دانش و معرفت از بارزترین ویژگی‌های آنان گردید. و در میان آنها کسانی بودند که در علم ردیابی و قیافه شناسی ماهر بودند و در میان آنها طبیبانی چون حارث بن کلده وجود داشت که طبابت آنها بر اساس تجربه هایی بود که از زندگی و محیط به دست آورده بودند. اوضاع اخلاقی اعراب نابسامان شده بود. آنها در باخته شراب و قمار بودند، غارت و راهزنی و یورش بر قافله ها، تعصب، ستم، خونریزی، گرفتن انتقام، غصب اموال و خوردن مال یتیمان و داد و ستد بر اساس ربا و دزدی و زنا میان آنان رواج پیدا کرده بود. زنا در میان کنیزها و روسپی‌هایی که پرچم بر خانه‌هایشان می‌افراشتند وجود داشت و از زنان آزاده کمتر مرتکب زنا می‌گشتند و ادعای ما بر صحت این موضوع این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از فتح مکه وقتی خواستند از زنان بیعت بگیرند خطاب به آنان فرمودند با الله شریک نگیرید و دزدی و زنا نکنید. در این زمان هند دختر عتبه و همسر ابو سفیان گفت مگر زن آزاده زنا می‌کند؟ پس این بدان معنی نیست که تمام اعراب پایبند اصول اخلاقی نبودند.
بلکه بسیاری از آنان از زنا، خوردن شراب، ریختن خون دیگران، ظلم نمودن، خوردن مال یتیم و از داد و ستد بر اساس ربا پرهیز می‌نمودند و دارای خصلت‌های نیک و ویژگی‌های ارزشمندی بودند که آنها را شایسته ساخت که پرچم اسلام را به دوش بگیرند و از جمله عادت‌ها و ویژگی‌های ارزشمند و پسندیده می‌توان به امور ذیل اشاره کرد. اول، ذکاوت و هوشیاری. عرب‌ها از قلب‌هایی بدون کینه برخوردار بودند و فلسفه، خرافات و سفسطه که زدودن آن از دلها مشکل است، آنطور که در ملت‌های هندی، رومی، یونانی و فارسی نفوذ کرده بود، در دل‌های عرب‌ها نفوذ نکرده بود. گویا دل‌های اعراب از قبل برای حمل بزرگترین رسالت الهی، یعنی دعوت اسلامی، آماده شده بود. عرب‌ها با حافظه ترین ملت عصر خود شناخته شدند و از آنجا که قدرت‌های فکری و استعدادهای فطری و طبیعی آنان قبلا در فلسفه‌های خیالی و مجادله‌های بی‌نتیجه بیزانسی و مذاهب پیچیده کلامی صرف نشده و از بین نرفته بود، لذا اسلام استعداد حافظه و هوشیاری آنها را در راه دین به کار بست و گستردگی ادبیات و نعمت‌هایشان دلیلی بر استعداد فوق‌العاده و قوت حافظه آنها می باشد. وقتی عسل 80، روباه 200، شیر 500، شتر نر 1000 و همچنین شمشیر دارای نام‌های متعدد و فاجعه 4000 نام داشته باشد، شکی نیست که یادگیری همه این اسمها به حافظه قوی و ذهنی مستعد نیازمند بوده است. هوشیاری و تیزهوشی آنها تا حدی بود که نه تنها با تلفظ بلکه با اشاره نیز مطالب را می‌فهمیدند و مثالها و نمونه‌های زیادی بر این مطلب گواه است. دوم، سخاوت و بزرگواری. سخاوت و بخشش ریشه در اخلاق عرب‌ها داشت. حتی اگر فردی از آنها جز یک اسب یا شتر نداشت، با آمدن مهمان اسب یا شترش را ذبح می‌نمود. بعضی تنها به غذا دادن انسان‌ها اکتفا نمی‌کردند، بلکه حیوانات وحشی و پرندگان را نیز خوراک می‌دادند، چنانکه سخاوت حاتم طایی ضرب المثل بود و کاروانیان خبر آن را به هر سو می‌بردند. سوم، شجاعت و مردانگی. عرب‌ها اهل شجاعت و جوانمردی بودند. برای آنان مرگ در نبرد از مرگ بر روی بستر خوشایندتر بود. و اگر کسی در نبرد کشته میشد، با افتخار میگفتند قبل از او پدر و برادر و عمویش نیز کشته شده اند و به خدا سوگند ما با سر نیزه ها و زیر سایه شمشیرها خواهیم مرد. عرب‌ها فطرتاً انسان‌هایی با شهامت و دلیر بودند. بنابراین پایمال کردن حق ضعیف توسط قوی را امری ناشایست می‌دانستند و هر کسی نزد آنان پناهنده میشد پناهش می‌دادند و پناه ندادن به چنین شخصی را خواری و ذلت می‌دانستند. چهارم، عشق آزادی و نپذیرفتن ذلت و خواری. عرب فطرتاً به آزادی عشق می‌ورزید و برای آن زندگی می‌کرد و در راه آن می‌مرد. چرا که عرب با آزادی رشد کرده بود و هیچ کسی بر او سلطه‌ای نداشت و نمی‌پذیرفت که با ذلت زندگی کند یا شرافت و آبرویش مورد تعرض و دستخوش قرار بگیرد، گرچه به قیمت زندگیش تمام می‌شد. عمرو بن هند، پادشاه هیره، از مشاوران خود پرسید آیا از عرب‌ها کسی را سراغ دارید که مادرش از خدمتگزاری مادرم ابا ورزد؟ گفتند بله، مادر عمرو ابن کلثوم، شاعر فقیر، از خدمتگزاری مادرت ابا می‌ورزد. پادشاه عمرو ابن کلثوم و مادرش را به حضور خواست و به مادرش گفت پس از صرف غذا به مادر عمرو ابن کلثوم بگو ظرفی را که در کنارش است به تو بدهد. مادر پادشاه چنین کرد، ولی مادر عمرو نپذیرفت و گفت خودت بلند شو و آن را بردار. و چون مادر پادشاه به طرز حاکمانه‌ای خواستش را تکرار کرد، مادر عمرو فریاد زد و گفت وای بر ذلتی که دامنگیر قبیله تغلب شده است. پسرش صدای مادر را شنید و به شدت خشمگین شد و شمشیر پادشاه را که در خیمه آویزان بود برداشت و سر پادشاه عمرو بن هند را برید و با قبیله بنو تغلب به غارت اموال آنها پرداختند. سپس شعری سرود که خطاب پادشاه می گفت ما را آهسته آهسته تهدید می کنی و می ترسانی؟ چه زمانی ما خدمتگزار مادرت بوده ایم؟ اگر پادشاه حق مردم را زیر پا نماید و به آنها زور بگوید، ما نمیپذیریم که ذلت را در میان خود قرار دهیم. پنجم، وفای به عهد و صراحت و صداقت گویی. عرب‌ها دروغگویی را عیب می‌دانستند و به عهد و پیمان خود وفادار بودند. از این رو برای پذیرش اسلام گواهی دادن زبانی آنان کافی بود.
هرچند درگیری میان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و قریش به شدت رواج داشت، اما وقتی هرقل پادشاه روم خصوصیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را از ابو سفیان که سردار آن روز مکه بود پرسید، او با کمال صراحت به بیان ویژگی‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرداخت و درباره این امر چنین گفت: می‌ترسیدم که دروغی به من ثبت شود و اگر نه در مورد او دروغ می‌گفتم. نعمان بن منذر رضی الله عنه به کسری پادشاه ایران در مورد وفاداری عرب‌ها گفت: اگر فردی از آنان سخنی بگوید یا اشاره‌ای بنماید، پس آن گرهی است که برای باز کردن آن مگر جانش را بگیرند. و اگر کسی چوبی را رهن بگذارد، رهن او پذیرفته می شود و ذمه اش نقض و تحقیر نمی شود. آنها چنینند که اگر به فردی از آنان خبر برسد که فلانی به او پناهنده شده است، حاضر می شود که تمام قبیله اش را در راه حفاظت آن شخص از دست بدهد. همونطور که اگر فردی با پناهنده او درگیر شود، تمام قبیله آن شخص را به قتل می‌رسانند. وفاداری از خصوصیات اخلاقی ریشه‌دار در عرب‌ها بود و با ورود اسلام وفاداری اعراب به سمت و سوی سالم و درست سوق داده شد و پناه دادن به برده، خائن و بدعتگزار هرچند از خویشاوندان و دارای مقام بزرگی بود، امری نادرست شمرده گردید. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این مورد فرموده است: الله لعنت کند کسی را که خائن و بدعت گذاری را پناه بدهد. روایت امام مسلم، حدیث 1978. از داستانهایی که دلالت بر وفاداری عرب‌ها می‌نماید، داستان حارث بن عباد است. حارث بن عباد قبیله بکر را برای جنگ با قبیله تغلب و رهبرشان محلحل که پسر وی را کشته بود بسیج کرد. حارث محلحل را به اسارت گرفت، اما او را نمی‌شناخت. به وی گفت: اگر محلحل ابن ربیعه را به من نشان بدهی تو را رها می‌کنم. محلحل گفت: با من عهد ببند که اگر او را به تو نشان دادم مرا رها کنی. گفت: عهد می‌بندم. محلحل بعد از این که خود را معرفی کرد، حارث او را آزاد کرد و چنین وفاداری شایسته تقدیر و بزرگداشت می باشد. علاوه بر موارد فوق می توان به این داستان نیز اشاره کرد. از آنجا که نعمان بن منذر از ازدواج دخترش با کسری شاه ایران امتناع ورزیده بود، اسلحه و خانواده اش را به هانی ابن مسعود شیبانی سپرد و خودش به سوی کسری رفت. کسری او را دستگیر کرد و سپس کسی را نزد هانی فرستاد و از او خواست که امانت‌های نعمان را به او بدهد. اما هانی از دادن امانت‌ها ابا ورزید. کسری لشکری را برای جنگ با هانی آماده ساخت. هانی جنگجویان ابن بکر را جمع کرد و برایشان سخنرانی نمود و گفت: ای گروه بکر، فرد معذوری که می‌میرد بهتر از کسی است که نجات بیابد و فرار بکند. احتیاط و پرهیز انسان را از دست سرنوشت نجات نمی‌دهد و شکیبایی از عوامل پیروزی است. مرگ را باید پذیرفت، نه ذلت را. به استقبال مرگ رفتن بهتر از فرار از آن است. زخم نیزه خوردن در سینه بهتر از زخم خوردن در پشت و کمر است. ای آل بکر، بجنگید، چرا که از مرگ و مصیبت راه گریز و چاره‌ای نیست. خلاصان که بنو بکر توسط این مرد که زندگی با ذلت و خواری را بی ارزش می‌دانست و در راه وفاداری به پیمان خود از مردن باکی نداشت، توانستند که مردم ایران را، که مردم سرزمین فارس را در محل ذیقار شکست دهند. ششم، بردباری، حوصله و آرامش. عرب‌ها از پرخوری پرهیز می‌کردند، چرا که معتقد بودند پرخوری ذهن و اندیشه را کند می‌نماید. شاعرشان گفته است: هنگامی که دست‌ها به سوی توشه و غذا دراز می‌شود، من قبل از همه با عجله دست دراز نمی‌کنم، زیرا خصوصیت افراد حدیث چنین است. توانایی اعراب در تحمل مشقت‌ها و شکیبایی در سختی‌ها زبان زد بود. و شاید علت این توانایی به دلیل زندگی در سرزمین و بیابانی خشک و بدون آب و کشتزار بود. بنابراین بالا رفتن بر کوههای دشوار و حرکت در گرمای ظهر را تجربه نموده بودند. گرمی و سردی راه و دوری مسافت و گرسنگی و تشنگی آنها را از پای در نمی آورد. و بعد از اینکه به اسلام گرویدند، صبر و تحمل آنان بی‌مثال و مانند بود، چرا که آنان به آب و غذای اندک قانع بودند. مثلا یکی از آنها چندین روز راه می رفت و به چند دانه خرما و مقدار اندکی آب اکتفا می کرد. هفتم، قدرت بدن و عظمت روح. عرب‌ها از نظر نیروی بدنی و عظمت نفس و قدرت روحی مشهور بودند و توان و قدرت روحی توأم با هم شگفتی می آفریند و نتیجه این شگفتی بعد از ورود اسلام نمایان گردید. هشتم،
گذشت به هنگام قدرت و حمایت از همسایه. عربها با دشمنان و کسانی که از نظر نیرو و قدرت با آنها برابر بود مبارزه می‌کردند و بعد از اینکه بر آنها پیروز می‌شدند آنها را می‌بخشیدند. رهایشان می‌کردند و از حمله به زخمیان ابا می‌ورزیدند و حق همسایگان را به ویژه زنان رعایت می‌کردند و آبرو و حیثیت کسی را مورد تعرض قرار نمی‌دادند. چنانکه شاعرشان می‌گوید: و اغض طرفی ان بدت لی جارتی حتی یواری جارتی مأواها. اگر زن همسایه را ببینم نگاهم را پایین می‌اندازم تا اینکه زن همسایه ام از نگاهم پنهان شود. و هرگاه فردی به آنان پناه می‌برد او را پناه می‌دادند و چه بسا جان و مال و فرزند خود را در این راه قربانی می‌کردند. این فضیلت‌ها و اخلاق پسندیده سرمایه اخلاقی را رشد داد و تقویت نمود و آن را به سوی خوبی و حق سوق داد. بنابراین نباید از این امر شگفت زده گردید که آنان وقتی چون فرشتگان پاک از صحراها حرکت می‌کردند دنیا را فتح نموده و پس از آن که آکنده از کفر و بی‌عدالتی بود سرشار از ایمان و عدالت می‌کردند و بعد از آن که زشتی‌ها آن را فرا گرفته بود مملو از خوبی‌ها ساختند و بعد از اینکه جهان مملو از بدی و زشتی بود آن را از خیر و خوبی پر کردند. اوضاع اجتماعی و اخلاقی اعراب قبل از اسلام چنین بود. پس می‌توان آن را یکی از بهترین جوامع آن روز دانست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز در جامعه‌ای برگزیده شد که در مقایسه با فارس و روم و هند و یونان از محیطی بی‌نظیر و مکانی مناسب برخوردار بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از فارس‌ها با دانش و معارف گسترده آنان و از هندوها با وجود فلسفه عمیقشان و از رومی‌ها با اطلاعات گسترده آنان از فنون و از یونانی‌ها با وجود مهارت آنان در شعرگویی و رمان نویسی برگزیده نشد، بلکه پیامبر صلی الله علیه و سلم از منطقه بکر و دست نخورده انتخاب شد، زیرا ملت‌های فوق گرچه دارای علوم و معارفی بودند اما از سلامت فطری و آزادی ضمیر بر روحیه والای عرب‌ها برخوردار نبودند.